امراللهی بود و این مبنا ایشون تقریبا یک ساعتی صحبت کردن که من گفتم شاید بد نباشه که یک توضیحاتی بدیم در مورد مسائلی که ایشون فرمودن که آیا این مطالبی که مطرح شده درست هست یا درست نیست، بر مبنای نصوص هست یا نیست و به اینها بپردازیم. در هر حال قسمت‌های از صحبت‌های ایشون رو گوش بدیم و بعد کم کم شروع کنم به صحبت کردن. قبل از اینکه اصلا ما با ویدیو رو شروع کنیم، یه اصل خیلی مهمی که عزیزان در دیانت بهایی هست این هست که بر مبنای آثار دیانت بهایی که بسیار بسیار صریح هم هستند، دیانت بهایی بدون ولی امرالله امکان پذیر نیست. یعنی این عزیزان همیشه این قسمت رو کنار میذارن، یعنی توجه ندارن که بر مبنای نصوص امکان پذیر نیستش که ما یک دیانت بهایی داشته باشیم بدون ولی امرالله، چون دیگه نه مؤسسه ولایت وجود داره نه مؤسسه بیت العدل میتونه وجود داشته باشه. یعنی متوجه نیستن که اگر این قسمت ها رو حذف بکنن، در واقع تبیینات حضرت شوقی افندی مقدار زیادیش به اشتباه در میاد. یعنی ایشون انگار اشتباه کرده، اطلاع نداشته که ولایت تا آخر دیانت بهایی نخواهد بود، در صورتی که ایشون به صراحت گفته که باید باشه. عزیزان این قسمت رو کلا حذف کردن، یعنی انگار که ولی امرالله باید فقط برای 36 سال می بوده و نه بیشتر، در صورتی که این چیزی نیستش که نصوص میگه. بنابراین کسی که واقعا و عملاً بخواد اینجوری فکر بکنه به این شکل عزیزان بهایان هترودوکس، پس باید اعتقاد داشته باشه که این دین الهی نبوده، چون تبیینات حضرت شوقی افندی درست در نیامدن، اینا همه اشتباه بوده، مطالبی که گفته شده در طرف ایشون اشتباه بوده. حضرت عبدالبها وظایفی که به ولی امرالله در الواح وصایا دادن اینها هم اشتباه بوده، چون اصلا قرار نبوده ولی امر و بیت العدل همزمان باشن. ایشون چرا به اشتباه گفته که ولی امرالله اجازه داره افراد بیت العدل رو اگر گناهی انجام بدن اخراج کنه؟ چرا حضرت شوقی افندی فهمیدن که تصمیمات بیت العدل میتونه مغایر باشه، مخالف باشه با اون روح آیات منزله و ولی امرالله فردی است که باید در واقع این تذکر رو بده که اینها اون حکم رو تغییر بدن. بنابراین حضرت شوقی افندی اصلا توجه به این نداشته که بابا جون بیت العدل قرار بوده که باشه بدون ولی امرالله، پس گفتن این حرف ولی امرالله خب خیلی اشتباهه. حالا به این قسمت ها برمیگردم. فقط می‌خواستم در درجه اول برای عزیزان مشخص کنم که اصل اساسی در دیانت بهایی این هستش که بدون ولی امرالله هیچ مؤسسه‌ای دیگه در دیانت بهایی نداریم که اون مؤسسه مسئول از خطا باشه، چون اون شخص هست که به تمام این مؤسسات اون مسئول بودن رو میده و این همونجوری که خدمت گفتم در نصوص مشخص است که وقتی بعداً حالا میپردازیم به این قسمت‌ها. و این عزیزان وقتی که شروع میکنن و میخوان اثبات کنن که به عنوان مثال موضوعی که جناب ایمان مطلق انتخاب کردن این هستش که آیا جناب محسن رمی میتونسته شرایط این رو داشته که ولی امرالله باشه یا نباشه، یعنی اصل رو بر این گذاشتن که ولی امرالله میتونه نباشه. یعنی من میخوام بگم به این در درجه اول بزرگترین اشتباهی هستش که این عزیزان انجام میدن، چون بر مبنای نصوص این اصل امکان پذیر نیست که بدون دیانت بهایی ولی امرالله نداشته باشه. حالا شاید وسط صحبتام با چند تا از نصوص رو هم برای عزیزان بخونم که این مطلب یه مقداری روشن‌تر بشه. حالا پس اگه اجازه بدین من شروع کنم که اگه عزیزان فقط در همین مورد سوالی داشتن میتونن تشریف بیارن بالا و مطرح کنن. یعنی که امروز بحثمون بیشتر فقط در مورد همین قسمتی باشه که تجزیه و تحلیل کردن سخنان جناب ایمان مطلق. پس من شروع. جناب رضوانی اگه شما یه موقع جایی احساس کردین که من باید بیشتر توضیح بدم، اگر لطف کنین من تذکر بدین خیلی خوشحال میشم. چشم. پس شروع میکنیم. با تکبیر علاقه خدمت دوستان عزیز، امیدوارم که خوب باشید. امروز بحث ما در رابطه با یک موضوع جنجالی، جالب و بحث برانگیز هستش که همونجور که ملاحظه میکنیم 2 پرسش رو میخواهیم پاسخ بدیم.
اول اینکه ولی امرالله کیست و چه وظایفی دارد، و دوم اینکه آیا میسن ریمی میتوانست ولی امرالله باشد یا خیر. ما تلاش میکنیم که در این جلسه به این دو پرسش پاسخ بدیم. دوستان باهایی یا محققینی که در حوزه آیین باهایی مطالعاتی داشتن، تحقیقاتی داشتن، میدونند که بعد از حضرت بهاءالله بنا به کتاب و عهدی وصیت‌نامه ایشان، حضرت عبدالبها غصن اعظم جانشین شدند و حضرت عبدالبها هم در دورانی که به اصطلاح زعامت امور رو به عهده داشتند وصیت‌نامه خود رو هم تهیه کردند و اون کتاب رو ما تحت عنوان الواح وصایا میشناسیم و در اون کتاب صحبت بر سر این هست که جانشین حضرت عبدالبها چه کسی است. آن فرد رو ما بنا به لقب ولی امرالله خطاب میکنیم که حالا حضرت عبدالبها شوقی ربانی رو، نوه دختری خودشون رو به عنوان جانشین خودشون معرفی کرد. حالا تو این جلسه ما اول میریم سراغ این که ایشون و به طور کلی نهاد ولی امرالله چه وظایفی رو داشتن. خب وظایف ولی امرالله رو ما میتونیم به طور کلی به 7 دسته تقسیم بندی کنیم. اول وظیفه تبیین و تفسیر متون و الواحی هستش که از حضرت باب و حضرت بهاءالله به جای مونده. همونجوری که ملاحظه میکنید ولی امرالله مفسر معتبر متون و الواح بهایی بود که آموزه‌هایی را برای هدایت جامعه بهایی به وضوح و تفصیل ارائه میکرد. این وظیفه بعد از حضرت عبدالبها به حضرت ولی امرالله محول شد. ایشون مبین آیات الله بودن و به قولی می شود گفتش که هر آیه، نص و لوحی که از حضرت بهاءالله هستش، از حضرت باب هستش، از حضرت عبدالبها هستش، ایشون تنها مبین و مفسر معتبری هستند که بهاییان تفسیر ایشون رو میپذیرند. یعنی فی المثل اگر بنده بیایم یک آیه از آیات کتاب مصطفی اقدس رو مورد تحلیل قرار بدم، مورد تفسیر خودم قرار بدم و تفسیری رو ارائه بدم و اون تفسیر به اصطلاح منتشر بشه، این به اندازه نظر شخصی بنده و فهم بنده از اون آیه معتبر هستش. اگر که با تفسیر و تعبین حضرت ولی امرالله و حضرت عبدالبها در سازگاری باشه تازه. اما اگر در تضاد و تناقض با تعبین حضرت ولی امرالله یا حضرت عبدالبها باشه فاقد هر گونه اعتباری هستش. الان تا اینجا تا اکثر صحبت‌هایی که این دوست عزیز کردن درست هست، ولی یک ایرادی که الان در اینجا هست این هستش که ایشون غیر از اینکه ایشون می‌فرمایند که باید تفسیر اون فرد مطابق باشه با تفسیر حضرت شوقی افندی و حضرت عبدالبها. حضرت عبدالبها قضیهشون بود یه مقداری فرق میکنه، چون خود حضرت شوقی افندی به صراحت می‌فرمایند که کلمات و نصوص حضرت عبدالبها و حضرت بهاءالله هر دوی این نصوص به ولی امرالله داده شده. یعنی شما ممکنه که یک مطلبی رو از حضرت عبدالبها بخونید و
حضرت عبدالبها در خیلی جاها تبیین کردن، ولی این تبیین، اون چیزی که شما، اون فهمی که میکنید از اون تبیین درست نباشه. بنابراین شما باید مراجعه کنید به تبیین ولی امرالله. یعنی در واقع حتی نصوص حضرت عبدالبها هم باید از طریق ولی امرالله تبیین بشه. یعنی موقعی که یک فردی حتی الواح وصایا رو هم میخونه، ممکنه که خب خیلی جاهاشو درست متوجه بشه، ممکنه خیلی قسمت‌ها رو درست متوجه نشه. برای همین باید از ولی امرالله سوال کنیم. یعنی اگر که ما در مورد نصوص حضرت عبدالبها در یک جایی به یک مشکلی بر بخوریم، ولی امرالله میتونه به ما مشخص کنه که کدوم معنی اینجا درست هست. آیا این مطلبی که متوجه شدیم از نصوص حضرت عبدالبها صحیح هست؟ اینجا این اشتباهی بود که ایشون یه مقداری انجام داد. ولی مسئله دیگه که هست، اینشون به صراحت فرمودن که در واقع غیر از ولی امرالله کسی اجازه تبیین رو نداره. خب اینو ما میدونیم، ولی شما اگر که دقت بکنید ببینید که یکی از کارهایی که الان این بیت العدل حاضر انجام میده این هستش که در کار تبیین دخالت میکنه و در واقع داره تبیین انجام میده. اسمش رو گذاشته هدایات. یعنی شما اگر که الان در مورد یک مسئله آثار رو بخونید و به شکل دیگری متوجه بشید، حرف پایانی رو در این سیستم بهاییان هترودوکس در واقع بیت العدلشون میزنه. اون میگه که منظور از نصی که ما داریم در موردش صحبت میکنیم چیست، یعنی داره تبیین میکنه. بعد میدونید چه اخیراً آمدن و میگن که نه، منظور اینجا تبیین نیست، ایشون اجازه استنباط رو داره. بعدشون از کجا شما این استنباط میشه همون معنی روشن کردن، توضیح دادن، این هدایات همه به همون معنی هستش. میگن نه، این دقیقاً به معنی تبیین نیست. یعنی مردم رو دروغ میگن به مردم و انگار که میخوان سر مردم رو، انگار مردم نمیفهمن. و مشکلم این هستش که افرادی هم که در این سیستم هستن متاسفانه جوری یک تقلیدی شدن که در مورد این مسائل متاسفانه فکر نمیکنن. یعنی تبیین به صراحت گفته شده. حالا مثلا اجازه بدید من نص رو هم براتون بخونم. البته من اینا رو چون خیلی زیاد خوندم برای عزیزان، واقعا حضرت شوق‌افندی میفرمایند در دور بهایی صفحه 82 از این بیانات کاملا واضح و روشن است که ولی امر مبین آیات الله و بیت العدل اعظم واضح احکام غیر منصوصه است. تفسیر و تبیین ولایت امر در دایره خیش همانقدر مورد تمکین و انقیاد است که قوانین موضوعه بیت العدل که حقوق و امتیازاتش وضع قوانین و احکام غیر منصوصه حضرت بهاءالله است. و بعد میفهمن هیچ یک از این دو، یعنی مؤسسه ولایت و مؤسسه بیت العدل، نمیتواند به حدود مقدسه دیگری تجاوز نماید و هرگز نیز تعدی نخواهد نمود. یعنی این اصلا امکان پذیر نیستش که اون بیاد مثلا بخواد نصوص رو توضیح بده و یا بند 42 کتاب اقدس رو گرفتن برعکس به یک شکلی تفسیر کردن که اصلا موافق با تبیینات حضرت شوقی افندی و حضرت عبدالبها نیست. اصلا واقعا مغایر، مخالفه. و بعد نکنید در اینجا کاملا صریح میفهمند هیچ یک از این دو نمیتواند به حدود مقدسه دیگری تجاوز نماید و هرگز نیز تعدی نخواهد نمود. هیچ یک در صدد تضعیف سلطه و اختیارات مخصوصه مسلمه دیگری، یعنی هر کدوم از این اختیاراتی که به مؤسسه ولایت یا به مؤسسه بیت العدل داده شده، به ولی امرالله یا به مؤسسه بیت العدل داده شده، که در مؤسسه بیت العدل هم دوباره توضیح دادیم برای عزیزان، ولی امرالله در مؤسسه بیت العدل عضوشه و رئیسشه بر مبنای نصوص دیانت بهایی. بنابراین وقتی در اونجا کاری رو انجام میده به معنی دخالت مؤسسه ولایت در مؤسسه بیت العدل نیست. اونجا رئیس، اینجا هم رئیسه. مؤسسات در امور هم دخالت نمیکنن. این خیلی مهمه. ولی امرالله تو هر کدوم از این مؤسسات
یک وظیفه مشخصی داره که ربط داره به همون مؤسسه. برای همین در اینجا میفهمن که هیچ یک در صدد تضعیف سلطه و اختیارات مخصوصی مسلمه دیگری که از طرف خداوند عنایت گشته است بر نخواهد آمد. وگرنه اگر که غیر از این توضیحی بود که خدمتتون دارم میدم، در جایی که در همین کتاب دوره بهایی میفهمند که ولی امرالله که به عنوان عضو بیت العدل هست و به عنوان عضو بیت العدل اجازه قانونگذاری داره، پس به معنی اگر که به عنوان عضوش این کارا رو انجام نمیداد، به معنی دخالت مؤسسه ولایت در مؤسسه بیت العدل می بود. بنابراین یک مسئله خیلی خیلی مهمی که اینجا هست عزیزان این هستش که این عزیزان همیشه وقتی کلمه بیت العدل رو به کار میبرن فکر میکنن که ولی امرالله در بیت العدل مثل یک نقشی هستش که از بیرون به بیت العدل نگاه میکنه. نه، اینجوری نیست. یا از بیرون داره ریاست میکنه، از بیرون از بیت العدل ریاست میکنه. نه، اصلا اینجوری نیست. ولی امرالله عضو بیت العدله. یعنی وقتی کلمه بیت العدل به کار برده میشه، یعنی ولی امرالله و 8 نفر دیگه که چیه انتخاب میشن، عضو اعظم ممتاز لاین اولشه. بنابراین اینم گفتم حواسمون باید واقعا به این قسمت باشه. حالا من پس تا اینجا میخواستم اینو مشخص کنم که کارهایی که الان این بیت العدل انجام میده، یکیش همین مسئله تبیین هست که داره انجام میده و حرف نهایی رو میزنه. یعنی شما هر چیزی رو بخونید از نصوص و اون با اون استنباط بیت العدل یکی نباشه، غلطه. یعنی داره در واقع همونجور خدمتتون گفتم داره تبیین انجام میده. پس این قسمت اول بود. حالا ادامه بدیم بقیه صحبت‌های ایشون رو. گفتم شاید بد نباشه تا اینجا این توضیحات داده بشه که برای عزیزان یه مقداری مسئله روشن‌تر بشه. بنابراین حضرت عبدالبها در ابتدا و بعد از ایشان حضرت ولی امرالله مبین و مفسر آثار بودند و به قولی وظیفه این کار رو داشتن که به تبیین متون و الواح که در به اصطلاح عصر رسولی بودش بپردازن، به طور خاص حضرت با و حضرت بهاءالله. دومین وظیفه‌ای که در آثار بهایی ذکر شده به طور خاص در انواع وصایا، رهبری در ارتباط با بیت العدل اعظم هستش. در زمان حضرت عبدالبها که به طور کلی بیت العدل تأسیس نشد، در زمان حضرت ولی امرالله هم یعنی شوقی ربانی، شوقی افندی هم بیت العدل اعظم تشکیل نشد. چرا؟ چون باید یک مینیمومی از کشورها و مجامع بهایی به وجود می اومد، محافل ملی به وجود می اومد که به تناسب اون این واقعا از یک مطلب که ایشون جا بهش اشاره کردن این هستش که خب در زمان حضرت شوقی افندی هم که خب بیت العدل به وجود نیامد، که در صورتی که در زمان حضرت شوقی افندی ایشون باید حداقل به این اشاره می‌کردن که بیت العدل جنینی به وجود آمد. بیت العدل در مقطع بیت العدل اعظم بله به وجود نیامد، ولی بیت العدل جنینی به وجود آمد و حضرت شوقی افندی در توقیع 9 ژانویه 1951 به صراحت می‌فرمایند که بیت العدل جنینی به وجود آمده و بعد به صراحت می‌فرمایند که این در بالاترین مقام رو داره بعد از وقایعی که در عصر رسولی دیانت بهایی انجام شده. یعنی دیگه این از این چیز بالاتری نمیاد. یعنی حتی بیت العدل هم یه موقعی وقتی تا اون حد حتی رشد بکنه باز هم در مقام سوم هست. یعنی این بیت العدل جنینی وقتی تبدیل بشه به بیت العدل اعظم باز هم این مقام رو نداره. برای همین هستش که در اون توقیع خودشون هم میفرمایند از این روز تاریخ یاد خواهد نمود. یعنی موقعی که بیت العدل جنینی به وجود آمد 9 ژانویه 1951، یعنی روزی هستش که در تاریخ دیانت بهایی باید از این روز همیشه یاد بشه، چون در واقع در این روز بود که بیت العدل جنینی به وجود آمد. ولی شما اگر که ببینید در این سیستم اینو اصلا نگاه کنید، اصلا این 9 ژانویه 1950 که هیچ کدومشو نمیشناسن و نمیدونن همچین روز چه خبر بوده. حالا مسئله که ایشون مطرح کردن خواستم فقط از این نظر یک توضیح کوچیکی در موردش داده باشم که
در واقع بعد یه مطلب دیگه هم که ایشون گفتن این بود که چون در زمان حضرت شوقی افندی تعداد به محافل محلی و ملی زیاد نبود، ایشون بیت العدل تشکیل ندادن. این هم غلطه، کاملا غلطه. و مبنای نصوص، اگه من بخوام تو این زمینه اگر وارد بشم، این برنامه فقط تو همین زمینه شاید بشه 1 ساعت در مبنای نصوص صحبت کرد که بیت العدل اعظم باید از طریق بیوت عدل ملی تشکیل بشن و برای اینکه بیوت عدل ملی به وجود بیان ما باید محکمه های ملی داشته باشیم و اینها باید اینقدر رشد بکنن و به نحوی تسجیل شده باشن از طریق دولت‌های اون کشورهایی که در اون کشورها هستن، باید به حدی تسجیل شده باشن که تمام قوانینشون رو بتونن انجام بدن برای بهایی‌ها. مثلا خیلی مهم است، یعنی تا موقعی که اینها نتونن محافل ملی قوانین دیانت بهایی رو برای خود بهاییان در اون کشوری که هستن انجام ندن، یعنی باید به اندازه‌ای تسجیل شده باشن از طریق حکومت اون کشورها که بتونن تمام قوانین انجام بدن. وقتی به اون نقطه رسیدن، اسم اینا تبدیل میشه از محکمه بهایی به در واقع بیت العدل ملی، یعنی از محکمه‌های ملی تبدیل میشن به بیوت عدل ملی و بعد تعداد اینها هم باید به یک تعدادی برسه که تقریبا بتونن از نظر جغرافیایی، از نظر مسائل اجتماعی تقریبا تا حدودی در همه جای دنیا پخش شده باشند. حالا لازم نیست که همه کشورها داشته باشن، ولی حداقل از نظر رسم و رسومات و اون جغرافیای اون کشور باید در هر قاره‌ای مثلا باید حداقل 1 2 3 تا 4 تا مثلا بیت العدل ملی به وجود آمده باشه. بعدن تازه نیاز پیدا میشه به یک بیت العدل اعظم که اون موقع از طریق بیوت عدل ملی تشکیل میشه. حالا اینو همینجور خدمتتون گفتم، من سعی کردم مختصر برای عزیزان بیان کنم، پس اگر اجازه بدین بس ادامه رو گوش بدیم عزیزان. قابلیت ایجاد بشود که بیت العدل اعظم به طور کلی تأسیس بشه. در زمان حضرت ولی امرالله این اتفاق نیفتاد، ولی به طور کلی بنا به متن و بنا به نص صریح حضرت عبدالبها، ولی امرالله رئیس غیر قابل عزل بیت العدل اعظم هستش. اگرچه او عضو بیت العدل است، ولی خود نمیتواند قوانین جدید وضع کند یا تصمیمات اکثریت اعضای بیت العدل را لغو نماید. بله. خب ایشون اشاره به این کردن که در واقع ولی امرالله عضو بیت العدل هست و در واقع خود ایشون به تنهایی نمیتونه قانونی رو تصویب بکنه. بله درست هست. و ایشون ولی ادامه مطلب رو دقیقاً نخوندن که در ادامه مطلب حضرت شوقی افندی میفرمایند که هرچند ولی امر رئیس لاینعزل این مجلس فخیم است، معهازا نمیتواند به نفسه حتی به طور موقت واضع قوانین و احکام گردد و یا تصمیمات اکثریت اعضای مجلس را الغا نماید. ولیکن، این تا اینجا رو ایشون خوندن، ادامهش نخوندن. ولیکن هرگاه تصمیمی را وجدانن مباین با روح آیات منزله تشخیص دهد، یعنی هر تصمیم یا هر قانون، در این انگلیسی این عزیزان نوشته شده هر قانون، یعنی قانونی که به تصویب رسیده، وجدانن باید چیکار کنه؟ باید ایشون اگر دید که مباین یعنی مخالف با روح آیات منزله هست، باید ابرام و تأکید در تجدید نظر آن. به این معنی هست که اونها خودش که نمیتونه قانونگذاری تک نفره انجام بده. قانونگذاری در مورد نصوص در مورد قوانین غیر منصوصه در بیت العدل به صورت رأیگیری هست. ولی امرالله عضو بیت العدل است، یعنی عضو دائمی بیت العدل است، یعنی اعضای بیت العدل انتخاب میشن بعد 4 سال یا 5 سال. نگاه کنید، پس مسئله که اینجا خیلی مهم هست این هستش که ولی امرالله در موقعی که بیت العدل به وجود آمده باشه، یعنی تشکیل یک بیت العدل شده باشه، در اونجا ولی امرالله
باید در رأیگیری ها شرکت بکنه چون عضو اون 9 نفر هست. ولی معمولا چون ولی امرالله کارهای زیادی داره، ایشون طبیعتا در اون جلسات نیستن و ممکنه که مثلا 10% یا 20% تمام وقتشون ایشون در اون جلسات باشن. پس چون نیستن، حضرت عبدالبها در الواح وصایا میفهمن که اگر ولی امرالله به ذات در جلسات بیت العدل نتونست شرکت بکنه، باید یک وکیل و یا نایبی رو از پیش خودش تعیین بکنه. کلمه باید رو من به کار بردم، حضرت شوقی افندی در ترجمه الواح وصایا کلمه باید رو به کار بردن. یعنی در ترجمه الواح وصایا به زبان انگلیسی حضرت شوقی افندی در واقع اون تعبیر خودشون رو هم به کار بردن در ترجمه‌ای که انجام دادن. بنابراین ایشون یک نایب دائمی برای بیت العدل داره، یعنی ولی امرالله یک نفر رو انتخاب میکنه. بنابراین ولی امرالله در جلسات بیت العدل بسیار کمه، شاید 10% 20% باشه، بستگی به شرایط داره. ولی اون افراد دائمی که ایشون انتخاب میکنه برای بیت العدل، اونها همیشه در بیت العدل در طرف ایشون هستن. یعنی حتی وقتی که خود ولی امرالله هم در جلسات بیت العدل باشه، اون کسایی که به عنوان نایب انتخاب کرده اونها هم هستن، چون اونها هستن که همیشه اونجاین. حالا ممکنه مواقعی به وجود بیاد که تصمیمی، چون ولی امرالله که همیشه اونجا نیست و اون افرادی هم که ایشون تعیین کردن اینها مسئول از خطا نیستن در امور دین. برای همین اینجاست که حضرت شوقی میفهمن ولکن هرگاه تصمیمی را یا اون قانونی را وجداناً مباین یا مخالف با روح آیات منزل تشخیص دهد، باید ابرام و تاکید در تجدید نظر آن نماید. یعنی این که چون ایشون خودش در تمام جلسات همیشه نیست، ممکنه که چیزی تصویب بشه که موافق با روح آیات منزل نباشه. بعداً در پایان که ایشون روی اون قوانین نگاهی میندازه و متوجه میشه که این قانون مثلا از حد و حدود خارج شده، از نظر وجدانی صحیح نیست، اونجاست که ایشون دستور میده به اعضای بیت العدل که شما باید چهار کنید عزیزان، این قانون رو تغییر بدید. و اگر کسی طبیعتا در الواح وصایا حضرت عبدالبها میفهمن که باید اعضای بیت العدل کمال خضوع و توجه و انقیاد و اطاعت رو نسبت به ولی امرالله داشته باشن. فرمان اگر اعضای بیت العدل اگر نفسی در واقع مخالفت کنه، مخالفت با خدا کرده، یعنی مخالفت با حضرت بهاءالله کرده، با خداوند کرده و طبیعتاً میشه مظهری از مظاهر مرکز نقص. بنابراین این مسئله گفتم خدمتتون بگم که تا اینجا مشخص باشه که به این شکلی که این دوست عزیز در موردش صحبت کردن زیاد نیست. من اگه اجازه بدید ادامه میدیم صحبت‌های این دوست عزیز رو. این در واقع دیگر وظیفه‌ای بودش که حضرت ولی امرالله داشت که البته در زمان زعامتشون هیچگاه بیت‌العدل اعظم اصلا تأسیس نشده بودش که ایشون رئیس اون مجمع باشه و به قولی همچین وظیفه‌ای رو به عهده داشته باشه. و نکته‌ای هم که در اینجا اهمیت داره که من میخوام برجسته‌اش بکنم این هستش که وظیفه تعبین و تفسیر همونجوری که عرض کردم با ولی امرالله بوده، ولی وظیفه تشریع از وظایف ایشون نبوده، بلکه از وظایف بیت الله اعظم بوده و ایشون به عنوان عضوی از اعضا البته رأی خودشون داشتن. ولی به قولی همونجور که اشاره شدهش این سیستم، این نظام، این نهاد با رأی اکثریت کار میکنه و مدل انتخابی که بقیه اعضاش انتخاب میشن. وظیفه دیگری که داشتن انتصاب ایادیان. بله، دکتر عزیزم در مورد تشریع من یک دو سه مسئله رو باید برای عزیزان توضیح بدم که مقدار مشخص تر بشه. نگاه کنید موقعی که بیت العدل به وجود آمده باشه یک بحثی هست، تا موقعی که هنوز بیت العدل به وجود نیامده یک بحث دیگری است. یعنی نگاه کنید حضرت شوقی افندی به عنوان رئیس بیت العدل اعظم، ایشون میتونن یک حد اقل و حد اکثرهایی رو در مورد بعضی از قوانین مشخص کنن. شما اگر که در نظر بگیرید
چون ایشون میگن که کار تشریع تا زمانی که بیت العدل تشکیل نشده، کارهایی که محافل ملی و محلی انجام میدن دارن از طریق دستورات حضرت شوقی افندی انجام میدادن، از طریق ولی امرالله انجام میدن. موقعی که تبدیل بشن به بیت عدل و یک بیت العدلی به وجود بیاد، اون وقت دقیقاً به اون شکلی به وجود خواهد آمد که حضرت شوقی افندی در کتاب دور بهایی فرمودن. ولی اگر که شما عملا نگاه بکنید، یک تعداد زیادی از قوانین یا مثلا همین مسئله طرد اداری که در موقعی که مثلا طرد اداری مثلا به وجود میاد، بر مبنای چه شرایطی طرد اداری به وجود میاد، اینها رو حضرت شوقی افندی تعیین میکردن. اینا همه قوانین غیر منسوسه. بنابراین حد و حدود، مثلا خیلی مهمه عزیزان، حد و حدود قوانین غیر منسوسه رو، اون حد و حدودش رو ایشون تعیین میکنه. برای همین هستش که ایشون فردی هستش که میتونه تشخیص بده که آیا این قانون وجداناً مناسب هست یا نیست. چون حد اقل و حد اکثرها رو میتونه در مورد قوانین تشخیص بده که اینها از حد و حدود خودشون خارج نشن. حالا من یک نصی اینجا خدمتتون میکنم. عملا اگر شما نگاه بکنید، حضرت شوقی افندی به عنوان رئیس بیت العدل اعظم، یعنی عضو اصلیش، این کارو انجام دادن. در خود آثار ایشون هم هست که میفرمایند، اگر اجازه بدید میفرمایند، نکنید، میفرمایند بدون این مؤسسه، منظور مؤسسه ولایت، وحدت امرالله در خطر افتد و بنیانش متزلزل گردد. یعنی اگه مؤسسه ولایت کلا نباشه، این بیش گرفتاری‌ها به وجود میاد و از منزلتش بکاهد. چون ولی امرالله هم تعلق داره مؤسسه ولایت و از واسطه فیضی که بر عواقب امور در طی دهور احاطه دارد، بالمره بی نصیب ماند. یعنی اون واسطه فیضی که در واقع دین رو در واقع در طی زمان حفظ میکنه، میان از اون واسطه فیضی بی نصیب میشه. این مسائلی رو حضرت شوقی افندی مشخص کردن در آثار خودشون، مطالبی رو گفتن که اصلا بدون اینها اگر ولی امرالله نباشه، یعنی باید واقعا دیانت بهایی رو کنار گذاشت. یعنی باید گفت آقا جون، پس این دیانت بر مبنای مطالبی که گفته شده دیگه الهی نیست، باید کنار بذاریمش. حالا ایشون میفرمایند در ادامه، و از واسطه فیضی که بر عواقب امور در طی دهور احاطه دارد، بالمعنی بی نصیب ماند و هدایتی که جهت تعیین حدود و وظایف تقنینیه منتخبین ضروری است سر شود. منظور هدایتی که جهت تعیین حدود و وظایف تقنینیه یعنی اعضای بیت العدل اعظم. یعنی اعضای بیت العدل اعظم احتیاج به یک هدایت دارن که حد و حدودشون رو مشخص میکنه، حد و حدود وظایف رو مشخص میکنه. میفهمن ضروری است اما سلب شود، این دیگه ضروریه. برای همین ولی امرالله تا موقعی که اینها محافل تبدیل نشدن به بیوت عدل و یک بیت العدل اعظم به وجود نیامده، عملا دخالت میکنه در این امور. و وقتی که مثلا خدمتتون میگم در مورد مثلا فرض کنین یک قانونی رو، مثلا فرض کنین یا یک گزینه خاصی رو اگر که در مورد کشور مثلا کانادا میگن، به این معنی نیستش که اون گزینه رو هم 100% در مورد افراد در ایران بگن، چون اینها دو تا کشور مختلف هستن. اینا از نظر اجتماعی فرق میکنن، از نظر پیشینه مذهبی با هم فرق دارن، از نظر سیستم دموکراتی با هم فرق دارن. بنابراین ایشون مجبوره که بر مبنای حکمت و اون چیزی که در اون کشور، اون شرایطی که وجود داره، بخواد چیکار کنه، اون به اون گزینه‌های مختلف به اشکال مختلف جواب بده. و این الان شما نگاه میکنید مثلا میبینید که انوار هدایت وجود داره. خب انوار هدایت مثلا اومده در مورد یه مطلبی به یک فردی که در کانادا هست، حضرت شوقی افندی یه مطلبی رو فرمودن، ولی این اصلا به این معنی نیستش که اون مطلبی که برای اون فرد تو کانادا گفته شده بتونین شما این رو ارجاع بدین به مثلا ایران یا مثلا به افغانستان یا مثلا به عربستان.
اینا دو تا گزینه مختلفه. برای فردی که توی اونجا هست با اون شرایطش مطالب دیگه خواهد گفته شد تا فردی که مثلا در ایرانه. مثلا در ایران به خاطر مسائل اجتماعیش طول کشید تا خانم ها تونستن عضو محافل بشن، عضو محافل محلی یا ملی بشن. طول کشید چون از نظر اجتماعی صحیح نبود، باعث به وجود آمدن تشویش و گرفتاری میشد در بین احبا و حتی در بین خود مسلمون ها. یعنی مسائلی به وجود می آورد که میگفتن اینها هنوز در اون حدی نبودن که یه خانم بخواد در این محفل باشه، به اون شکل بخواد کار بکنه. بنابراین کنید، ولی در کشورهای غربی مسئله نبود، چون شرایط اونها فرق داشت، نگاهشون فرق میکرد به در واقع نقش یک زن در امور اجتماعی. اینها همه مسائلی هستی. بنابراین کنید حتی اکثر مسائلی که مثلا در همین کتاب لایت آف گاردینز یا انوار هدایت از حضرت شوقی افندی خیلی از مطالبی که هست اینها برمیگرده مال اون زمان، مال مسائل اجتماعی اون زمانه. امروز دوباره ولی امرالله اگر بخواد به خیلی از این مسائل نگاه بکنه، مگر اینکه 100% جزو نصوص دیانت بهایی باشن، جزو منصوصات باشن، وگرنه میتونه به اینها به خاطر شرایط اجتماعی جدیدی که به وجود آمده یک توضیحات جدیدی هم در این مورد بدن. بله، امیدوارم این قسمت یه مقداری مهم هست برای عزیزان که توضیح داده بشه که اینها مشخص باشه. پس ادامه میدیم به صحبت‌های آقای ایمان مطلق. امرالله بودش. حضرت ولی امرالله ایادیان امرالله را تعیین کردند افرادی که برای حفظ و تبلیغ ایمان اختصاص یافته بودند که در زمان خود حضرت ولی امرالله ایشون این کار انجام داده بودن. حضرت عبدالبها هم همچین کاری کرده بودن، یعنی ایادیان امرالله داشتن در زمان خودشون. ایشون هم به همچنین یکی از وظایف ایشون بودش که در حال حاضر مؤسسه تحت عنوان مؤسسه ایادیان امرالله وجود نداره. بله، یه مطلبی که اینجون در مورد مؤسسه ایادیان امر گفتن نکنید، مطلبی که گفتن که صحیح بود. در آخرین گروهی که حضرت شوقی افندی به عنوان ایادیان امر انتخاب کردن، در اون آخرین گروه هم فهمیدن که هنوز این مؤسسه در حالت جنینی است. یعنی مؤسسه ولایت در حالت جنینی بوده، مؤسسه ایادیان امر که تعلق دارن به مؤسسه ولایت در حالت جنینی بوده، بیت العدل اعظم رو که به صورت جنینی تشکیل دادن. بنابراین تمام اینها کلا نظم جهانی حضرت بهاءالله در مقطع جنینی بود. حالا شما در نظر بگیرید که بعد از صعود حضرت شوقی افندی همه اینها در جنین سقط شدن، در جنین از بین رفتن. یعنی مؤسسه ولایت از بین رفت، ولی امرالله، مؤسسه ایادیان امر که اینها باید تلاش بکنن تا همه جا دیانت بهایی گسترش پیدا کنه. یعنی در واقع قسمت علمای دیانت بهایی از این طریق که از طریق ولی امرالله انتخاب می شدن، اینها همه چی شدن؟ اینها دیگه حذف شدن. و در هر حال و خود مؤسسه بیت العدل هم که همیشه خدمتتون توضیح دادم قبلش، که در واقع حضرت شوقی افندی، حالا من به اونجا باید شاید برگردم، یک مطلبی هم که بسیار مهم هست این هستش که در مورد این عضو اعظم ممتاز لاینعزل که میفرمایند در الواح وصایا، گاهی اوقات این ایزان میگن که این عضو اعظم ممتاز لاینعزل یعنی این که کسی ایشون رو یا ایادیان یا نمیدونم اعضای بیت العدل اجازه ندارن ایشون رو عزل کنن از بیت العدل، در صورتی که این اصلا به این معنی نیست. حضرت شوقی افندی مگر کسی اصلا میتونه ولی امرالله از یک چیزی عزل بکنه؟ چون همه باید کمال خضوع و خشوع رو نسبت به اون داشته باشن. و کسی مخالفت بکنه مخالفت با خدا کرده. مثلا این حرف خنده داره که بگن که این به این معنی هست که کسی ایشون رو نمیتونه عزل بکنه. چیزی که مطرح هست اینجا این هستش که چون حضرت عبدالبها اجازه بیرون کردن اعضای بیت العدل به حضرت ولی امرالله دادن، چیزی که اینجا مطرح میفهمن عضو اعظم ممتاز لاینعزل، این رو حضرت شوقی افندی در ترجمه الواح وصایا به زبان انگلیسی توضیح فهمید.
گفتن که این یعنی اون سر مقدس اون بدن، یعنی ولی امرالله میفهمن سر مقدس اون بدن هست. اون بدن یعنی بیت العدل رو به بدن تشبیه کردن و میفهمن عضو برجسته است برای زندگی اون بدن و میفهمن distinguished member for life of that body. یعنی بیت العدل به یک بدن تشبیه کردن و گفتن این سر اون بدنه و عضو برجسته است برای زندگی اون بدن. پس اینجا داره منظور اینه که میگن عضو اعظم ممتاز لاینعزل، یعنی عضوی است که اگر این عضو در اون بیت العدل نباشه دیگه اون بیت العدل زندگی نداره، یعنی ساقط دیگه از زندگی، مرده. وقتی میفهمن اینجا ساقط هست یعنی منظور این که دیگه اون فیض الهی نمیرسه. منظور از زندگی، منظور از اینکه دیگه اون اعتبار رو در واقع نداره، دیگه اون وقتی اون سر رو نداشته باشه، یعنی در واقع همینجوری خدمتتون گفتم دیگه اون مسئولیت رو نداره. و در ارتباط با این مسئله اگر ایزان یادتون باشه 4-5 دقیقه پیش قسمتی از کتاب دور برای ایزان خوندم که میفهمن که اگر که ایشون ببینید که قانونی مباین با روح آیات منزله هست، باید ولی امرالله تأکید کنه که اون رو تغییرش بدن. بنابراین این خودش کاملا ربط داره و ارتباط این عضو اعظم ممتاز لاینعزل رو نشون میده که یعنی ایشون اگر که عضو اون بیت العدل نباشه دیگه اون بیت العدل اسمش بیت العدل نیست. حالا در مورد همین مسئله که خدمتتون گفتم، نکن خود حضرت شوقی افندی هم در یکی از آثارشون نکن میفهمن در توقیات ببخشید جناب مارکه. ثابتی. ببخشید جناب. بفهمن. صدای من هست؟ جناب ثابتی بله صدای بله من بفهمن. هست؟ بله ببخشید بفهمن. من یه فهم دیگه دارم از این که خواهش میکنم. فکر کنم من مشکل دارم، صدای شما با تأخیر میشنوید. من یه فهم دیگه ای دارم از این که میگن که اگر ببینید بیت العدل رو به بدن تشبیه کردن ولی امرالله رو به در واقع سر این بدن. من فکر میکنم مثلا قضیه درسته که اگر نبوده ولی امرالله در بیت العدل نتیجهش این میشه که اون بیت العدل مسئول از خطا دیگه نیست، این درسته، ولی من فکر میکنم اصلا نبودش یعنی اینکه اصلا بیت العدلی وجود نداره، یعنی که جنازه یک چیز دیگه اصلا نمیشه بهش بگیم وجود داره و یه چیزی بالاتر از حتی این رسیدن در واقع صدای من رسید به شما؟ بله جناب زبانی صدای شما رسید، بله تا اندازه رسید ولی آخر کار قطع شد. بله شما فرمودید که در واقع منظورتون این هستش که حتی این مسئله بالاتر هست، یعنی اصلا بیت العدلی نمیتونه به وجود بیاد بدون ولی امرالله. بله خب منظور اینه که خب میدونید میتونن افراد یک چیزی رو به وجود بیارن و اسمشو بزنن بیت العدل، ولی منظور این هستش که نه که بگم مطلبی که شما فهمیدین یا فهم غلطه، فهم کاملا درسته، ولی هر دوش به یک معنی است. نکنید خود حضرت شوقی افندی هم در توقیات مبارکه 1922 تا 1926 در صفحه 240 میفرمایند هر هیئتی که به نظام الهی و بر حسب تعلیمات و اصول و شرایط سماویه که در صحف الهی مشروحاً مسبوت و مستور است کاملا کما ینبغی و یلیق. ناکن میفهمن اون هیئت، منظور اینجا دارن در مورد بیت العدل صحبت میکنن، چون بعدش میفهمن که از تشریع احکام غیر منصوصه ممنوع هست. و من اون یک هیئتی که به نظام الهی و بر حسب تعلیمات و اصول و شرایط سماویه که در صحف الهیه مشروحاً مسبوط و مسئول است، یعنی در الواح و وصایا به صراحت گفته شده که عضو اعظم ممتاز لاینعزل، و همچنین به صراحت فرمودن که در ترجمه‌ای که خدمتتون گفتم جناب حضرت شوقی افندی به چه شکلی است، و همچنین حضرت شوقی افندی با به صراحت فرمودن که اصلا این بیت العدل به چه شکلی باید تشکیل بشه. فرمودن که باید بیت العدل یا اون شورای بین المللی بهایی یا بیت العدل جنینی میفرمان باید اول تبدیل بشه به یک محکمه بهایی.
و بعد میفهمن تشکیل شدن یا تبدیل بیت العدل جنینی یا تکامل پیدا کردن بیت العدل جنینی به محکمه بهایی میفهمن از ضروریات، میفهمن این یک ضروریت باید میفهمن انجام بشه. برای همین تو نقشه 10 ساله که از سال 1953 شروع شد تا سال 1963 یکی از اهداف که هدف دهم بود این بود که تبدیل بشه بیت العدل جنینی به محکمه بهایی که بعداً خود ایادیان اعلام کردن به خاطر شرایطی که وجود داشت نشد. معلوم نشد، علت اصلیش که نشد این بود که در واقع مسئولیت تبدیل شدن بیت العدل جنینی به بیت العدل به محکمه بهایی رو حضرت شوقی افندی داده بودن به جناب میثم رمی، چون میدونستن که ایشون در اون مدت زمان از این دنیا خواهند رفت و ایشون اون وظیفه، برای همین وظیفه رو دادن به ایشون. و حتی در صحبت‌هایی هم که شده بود در اون زمان، حالا البته اینو من نمیخوام حالا در موردش صحبت کنم، ولی دور میشم از مسئله. اینجا دارن میفهمن که اگر که یک هیئتی دقیقاً به اون شکلی که در صحف الهیه اومده در موردش صحبت شده، دقیقاً به اون شکل میفهمن کما ینبغی و یلیق، یعنی دقیقاً به اون شکل اگر انتخاب و تشکیل نشود، آن هیئت از اعتبار اصلی و رتبه روحانی ساقط و از حق تشریع و وضع احکام و سنن و قوانین غیر منصوصه ممنوع و از اشرف اسنا و قوه مطلقه اولیا محروم. یعنی در اینجا به صراحت میفهمن که یعنی اون مؤسسه یا اون بیت العدل که اینجا منظور 100% بیت العدل هست، چون میفهمن از حق تشریع و وضع احکام و سنن و قوانین غیر منصوصه که وظیفه اصلی بیت العدل هست و ممنوعه دیگه. یعنی این الهی نیست و هیچ مسئولیتی نداره. من چیزی که اصلا برای من تعجب داره اینه که اینها، برای همین من این مسئله دارم خدمت عزیزان، همون در ابتدای اتاق برای عزیزان گفتم، مشکلی که این هست اینها این عزیزان اصلا توجه به این ندارن که دیانت بهایی بدون ولی امرالله نمیشه. دیگه شما هیچ چیزی ندارید، شما هیچ مؤسسه هیچ چیزی ندارید که مسئول از خطا باشه. یعنی این دیانت اشتباه بوده دیگه، یعنی بر مبنای نصوص حضرت شوقی افندی و توضیحاتی که دادن، یعنی اشتباه بوده، غلط بوده، الهی نبوده. من اصلا من نمیدونم اینها واقعا بزرگترین تیشه رو دارن به ریشه دیانت بهایی میزنن و خودشون هم حواسشون نیست. اینا هنوز متوجه نشدن که ما الان 7-8 میلیون بهایی داریم. ادیان دیگه هنوز به طور جدی علاقه ای ندارن اصلا با دیانت بهایی خودشون رو وقتشون رو بذارن برای دیانت بهایی. چون 7-8 میلیونن و اینها متوجه شدن که این کسانی که در ادیان دیگه هستن، اونایی که یه مقدار تحقیق کردن، متوجه شدن که اینها کلا از مسیح خارج شدن و اینها رو دیگه خطری نمیبینن به اون شکل برای خودشون. و علتش هم همینی که اصلا با اینها اگر 4 تا آدم باسواد باشن بیان بشینن این مسائل رو پیگیر بشن، خب متوجه میشن که با وجود اصلا این سیستمی که اینها دارن اصلا الهی نیست، یعنی بر مبنای دین خودشون الهی نیستن، اینها باید بذارن کنار. ولی اینها متاسفانه مسئله رو به نظر من اصلا شوخی گرفتن. یعنی اینها نمیدونم چرا اینجوری عمل میکنن، مسائلی که کاملا روشن و مشخص است. جناب رضوانی عزیز اگه مطلبی دارید بفرمایید. من مطلب شما تایید کردم که مطلبی فرمودید درست هست، ولی میخواستم بگم که اصل مطلب اون درست بودنش این که دیگه اعتباری نداره، مثل اون بدنی هستش که در واقع سر نداشته باشه دیگه تبدیل میشه به یک جسد، به خاطر این هستش که دیگه اون فیض الهی بهش نمیرسه. مثل یک گروهی هست در هر جای کره زمین که مثلا 9 نفر بشینن همدیگه رو تعیین کنن، بعد تا اخیراً هم شنیدم از بعضیشون میگن چون این 3 مرحله‌ای هست این مسئول از خطاست. اصلا چه 3 مرحله‌ای باشه، چه 10 مرحله‌ای باشه، چه 1000 مرحله‌ای باشه، افرادی که از طرف مردم انتخاب بشن هیچ وقت نمیتونن یک چیزی رو به وجود بیارن که مسئول از خطا باشه. این مسئولیت فقط و فقط از طریق فردی است که روحش ارتقا پیدا کنه به روح ایمانی،
که بتونه اون انوار رو بگیره. برای همین حضرت شوقی در حالا دیگه من نمیخوام زیاد اینجا ادامه بدم، حالا بعداً باز به از نصوص دیگه اشاره خواهم کرد برای عزیزان. ادامه بدیم صحبت‌های ایشون رو. در دیانت بهایی به علت اینکه این نهاد به طور کلی و به طور خاص نهادی بودش که به وسیله حضرت ولی امرالله به اصطلاح انتصاب میشد. افراد ایشون دارن در مورد مؤسسه ایادیان امر صحبت میکنن که عزیزان بدون رو ایشون انتخاب میکردن که عضو این نهاد اینجور مجمع بشن و همچین وظایفی هم به عهده داشته باشن. این هم یکی دیگر از به اصطلاح وظایف ایشان بودش که انجام هم دادن. مثلا در زمانی که ایشان صعود کرده بودند 27 نفر از ایادیان امرالله آزاد بودن، زنده بودن و مدیریت جامعه رو به عهده گرفتن. این هم از جمله دیگر وظایف بود. بله نکنید. یه مسئله خیلی مهمی که اینجا هست و اشتباه و خیانت بزرگی که در دیانت بهایی شد عزیزان این بود که ایشون الان اینجا فرمودن که بعد از صعود حضرت شوقی افندی ایادیان امر قیادت یا رهبری دیانت بهایی رو به عهده گرفتن. یعنی اینها در واقع از سال 1957 تا سال 1963 اون 6 سال تا بیت العدل بدلی به وجود آمد، اینها تو این مدت، تو این 6 سال در واقع قیادت دیانت بهایی به عهده گرفتن و این بزرگترین خیانتی بود که در واقع انجام شد، چون مؤسسه ولایت اجازه قیادت نداره. مؤسسه بیت العدل هست که اجازه قیادت رو داره، بر رهبری رو داره. نگاه کنید بر احبا. این مسئله خیلی خیلی مهمه. نگاه کنید عزیزان، محافل محلی و محافل ملی زیر نظر بیت العدل اعظم هستند و اینجا این قسمت سیاسی دیانت بهایی است و چون در مؤسسه بیت العدل در واقع اونجا هم ولی امرالله رئیس بیت العدل هست، در واقع وقتی که از این مسئله سلطنت الهیه صحبت میکنن منظور این که یک فرد در رأسه. یعنی وقتی که کلمه سلطنت الهیه به مطرح میشه یعنی زمانی هستش که بیت العدل در اون عصر ذهبی به قدرتی رسیده و به قدرت و اعتبار خاصی رسیده در تمام کشورها. در اونجا ولی امرالله به خاطر رئیسش هستش میگن سلطنت الهیه و تمام کشورهایی که تبدیل شدن محافل ملیشون به بیوت عدل ملی به اونها میگن حکومات بهایی، یعنی تبدیل شدن به یک حکومت دینی. ولی پس اینجا نگاه کنید یه مسئله که اینجا به وجود آمد، نگاه کنید در واقع چون احبا در واقع در تحت نظر محافل محلی هستند و محافل محلی هم زیر نظر محافل ملی هستند و اونها دوباره زیر نظر شورای بین المللی بهایی بودن، بنابراین به طور خودکار عزیزان اهل بها همه زیر نظر بیت العدل جنینی یا شورای بین المللی بهایی بودن که رئیسش جناب مستن رمی بود. یعنی ایشون باید تمام این رهبری رو در دست میگرفت و این هیچ ربطی به مؤسسه ایادیان امر نداشت که اینها آمدن و دخالت کردن و امور رو تو دست گرفتن. خود روحی خانم در کتابی که داره نوشته شده، در کتاب ایشون این مسئله اشاره کردن، فرمایند که اجازه بدید من میتونم این قسمت رو هم براتون بخونم که مستند باشه بهتر هستش. بله در هر حال مسئله که اینجا خیلی مهم هست باید حواستون باشه که اصلا ایادیان امر اجازه نداشتن در امور محافل شرکت کنن، ولی متاسفانه با کارهایی که روحی خانم انجام دادن در واقع مسیر رو به این سمت بردن. نکنه خودشون در Ministry of the Custodian صفحه 10
نوشته شده وقتی که ولی امرالله صعود نمود، مهمترین و فوری ترین کاری که در اولین جلسه سری ایادی در پیش داشتیم این بود که مطمئن شویم که هر چیزی که به نحوی با امور رهبری و اداره امر در ارتباط است به سرعت و به نحوی استوار به مؤسسه ایادی امرالله منتقل و سپرده شود. یعنی از همون ابتدا اینها مسیر رو به یک جای دیگه بردن و خودشون در صفحه 9 گفتن، در همین Ministry of the Custodian نوشتن که صرف نظر از این فکر که ما تنها کسانی بودیم که بهائیان دنیا را هدایت کنیم و آنها را حمایت و راهنمایی نماییم، با مشکلات عظیم و غیر قابل تصوری روبرو بودیم. چگونه سررشته امور و اختیارات را به دست گیریم در حالی که به جز بیانات کلی درباره ایادی مدرکی در تأیید و حمایت کارهای ما وجود نداشت. یعنی اینا خودشون هم میدونستن که هیچی نبود دستشون و به همین دلیل هم بودش که اینها شروع کردن به طرد روحانی هر کسی که مخالفت کرد. تا کسی خواست حرفی بزنه سریع بیرون انداختنش، اخراجش کردن به قول خودشون، در صورتی که اجازه همچین کاری هم نداشتن. حالا به اون قسمت که رسیدیم حتما براتون بیشتر توضیح خواهم داد. بنابراین قیادت دیانت بهایی باید میرسید به شورای بین‌المللی بهایی یا بیت العدل جنینی که رئیسش حضرت میسن رمی بود و متاسفانه مسیر کلا تغییر پیدا کرد و علت اصلیش هم نفوذ روحی خانم بود، به خاطر خانم جناب ولی امرالله و چیزی شد که اینجوری به وجود آمد. در یکی از اتاق‌ها چند روز قبل که من صحبت می‌کردم، بعدن که دوباره گوش دادم روز بعد دیدم که اینها گفتن که من گفتم که این ایادیان امر سابق مثلا دزد بودند یا جنایتکار و کلاهبردار بودند. بنده هیچ وقت نگفتم که این ایادیان که در واقع نقض عهد کردن کلاهبردار یا دزد بودند و اینکه در واقع وصیت‌نامه پیدا نشده به این معنی نیستش که ایادیان امر دزدیدنش، به هیچ وجه. وصیت‌نامه ای پیدا واقعا نکردن. یعنی اینکه وصیت‌نامه رو یکی دو نفر بودن احتمالاً اطلاع داشتن که چون بعداً در همین کتاب خودشون بهش اشاره کردن که در سال 1964 یا 65 ایشون بعد از تشکیل بیت العدل میرن به سوئیس و در سوئیس در برن ایشون اونجا سپرده بزرگی داشتن که میرن و اون سپرده رو برمیدن و 100% اگر وصیت‌نامه قرار بوده باشه در سوئیس بوده، چون جای امنی بوده، پیش یک بانک بوده. و این چیزی هستش که ایشون بهش اشاره کرد و اینکه بله اونها اومدن رفتن اتاق ولی امرالله، مگه ولی امرالله میاد وصیت‌نامه‌شو تو اتاقش بذاره که دائما از این ور به اون سمت مسافرت میکرده و تو اون اتاق هر کسی میتونسته بره و بیاد و بیان وصیت‌نامه رو تغییر بدن. در حال اینکه چه کسی این کاری کرده، چه کسایی این کارو کردن، این یک بحث دیگری است. ما نمیخوایم حالا اینجا به کسی تهمت بزنیم، ولی ما اعتقاد داریم که امکان نداره که ولی امرالله در واقع وصیت‌نامه‌ای نداشته باشه، مخصوصا بعد از اینکه تمام اون چیزایی که تبیین کردن برعکسش در اومد. شما حساب کنید تا 2 سال قبل از اینکه ایشون از دنیا بره تمام هدفش این بوده که 3 تا بنا بسازن در حیفا. یکیش بناش بوده اسمش بوده دارالولایه، یکیش بوده بنایی برای ایادیان امر که اونجا استقرار پیدا کنه. یعنی ایشون می‌خواسته بنایی بسازه برای ایادیان امر که مثلا بعد 10 سال از بین برن، یا می‌خواسته ایشون مؤسسه ولایت و یک ساختمانی بسازه به عنوان مؤسسه ولایت در اونجا، دارالولایت هم اونجا بسازه. برای کی؟ همه این تصمیمایی که گرفته بوده الکی بوده، اشتباه بوده. توضیح داده گفته که تا پایان دیانت بهایی باید ولی امرالله باشه، همه اشتباه بوده، غلط بوده. توضیحاتی که همینجا تا الان براتون توضیح دادم یعنی نشون میده که دیگه هیچ مؤسسه مسئول از خطایی وجود نداره. همین این مطالبی که عزیزان صحبت میکنن اصلا من تعجب میکنم، یعنی عجیبه. خب اجازه بدین ادامه بدیم صحبت‌های ایشون رو. وظیفه دیگر طرد ناقضین بودش. ولی هم صلاحیت شناسایی و اخراج افراد مخالفین و ناقضین عهد و میثاق حضرت بهاءالله را برای حفظ وحدت دین داشتند.
بله، این مسئله طرد ناقضین که ایشون فرمودن کاملا درسته. یکی از وظایف ولی امرالله این بود که تشخیص بدن که چه افرادی در واقع از نظر روحانی میتونن در اون مقام طرد روحانی قرار بگیرن. حالا البته این طرد روحانی همونجوری که خدمت عزیزان گفتم برای اون زمان بوده، برای در این زمان از 50-60 سال پیش دیگه ولات امرالله این رو دیگه در واقع تعطیل کردن، گفتن این کار دیگه کار زشتیه و این فقط جزو وظایفی هستش که به عهده ولی امرالله است. حضرت شوقی افندی به صراحت در آثار خودشون میفرمایند که تنها کسی که قدرت این رو داره که بگه چه کسی ناقض هست ولی امرالله است و میفهمن این قدرت به هیچ کسی دیگه داده نشده، نه حتی یک محفل ملی اجازه داره یک همچین کاری بکنه، هیچ کسی دیگه این اجازه نداره. این فقط در محدوده قدرت ولی امرالله است و چیزی که در محدوده قدرت ولی امرالله هست رو بیت العدل نمیتونه، حتی یه بیت العدل حقیقی هم باشه نمیتونه اون رو در دستش بگیره. حالا شما در نظر بگیرید که تمام بزرگترین اینها این 6 سال که این ایادیان امر آمدن رهبری دیانت بهایی به عهده گرفتن از سال 1957 تا سال 1963، اینها در واقع هر کسی که مخالفت کرد طرد روحانیش کردن. یعنی کسانی که خودشون در واقع مسئول از خطا نیستند آمدن و دیگران رو طرد روحانی کردن. یعنی اگر که اینها یک ذره به خودشون اطمینان، یک ذره فکر می‌کردن که موجود ماها مسئول از خطا نیستیم، برای همین هستش که کسی غیر از ولی امرالله اجازه نداشته و اینها هم که دیگه اصلا عضو مؤسسه ولایت هم نبودن. از زمانی که ولی امرالله صعود کرده دیگه مؤسسه ولایت یا مؤسسه ایادی امری دیگه وجود نداشته. جالب اینجاست عزیزان که حتی خود این بیت العدل بهاییان هترودوکس در سال 1977 به این مسئله اشاره کرده، گفته راجع به سوال نخست شما باید گفت، این در انوار هدایت هست در شماره 1048 که در 1047 حضرت شوقی افندی توضیح دادن که تا پایان دیانت بهایی باید ولی امرالله باشه. اینا در 1048 بعد توضیحاتی دادن. تازه ترجمه‌ای هم که کردن به زبان فارسی زیاد همچین خوب نیست. ترجمهش اگر انگلیسیشو نگاه کنن در اون انگلیسی خیلی صراحت بیشتر هست تا این ترجمه‌ای که کردن. در 1048 در انوار هدایت در قسمت کلمه ولایت امرالله به مفاهیم گوناگون به کار می‌رود نوشته شده راجع به سؤال نخست شما باید گفته شود که این مسئله بسیار مهم است که هنگام ملاحظه اشارات مربوط به ولایت امرالله در آثار امریه و به خصوص وقتی که بر درک و فهم نحوه کاربرد آنها در زمان حال جهد و تلاش می‌کنیم باید متوجه باشیم که عبارت ولایت امرالله در زمینه‌های مختلف با معانی متفاوتی به کار برده شده است. در بعضی از این مواقع این عبارت دال بر مقام و عملکرد نفس مقدس ولی امرالله است و در برخی دیگر دلالت بر سلسله اولیای عام میباشد و در بعضی دیگر دلیل بر مفهوم وسیع‌تر و شاملتر کلیه اولیای امر و مؤسسات مربوط و ملازم به آنان است. یعنی در هر حال داره میگه که توضیحی که اینجا داده، گفته بعد وقتا منظور فقط فرد ولی امرالله است، گفته در جاهای دیگه منظور اولیای امر هستن، یعنی سلسله اولیای امر، یعنی باید یه سلسله اولیای امری باشه دیگه که اینجا اشاره شده. در جای دیگه میگه که منظور این هست که اولیای امر یعنی ولایت امرالله و مؤسسات مربوط و ملازم با آنها، منظور مثلا از ایادیان مؤسسه ایادیان امر هست. و بعد اینجا میگه معاذا در حال حاضر که دیگر ولی امری موجود نیست، اظهار این که ایادی امرالله اعضاء مؤسسه ولایت امر هستند کاملا اشتباه است. یعنی در واقع و به همین صورت است داشتن چنین تعبیری در مورد دارالتبلیغ بین‌المللی و مشاورین قاره‌ای و اعضای هیئت‌های معاونت و مساعدین آن. یعنی داره میگه که آقا جون الان که دیگه مؤسس ولی امرالله نیست، مؤسسه ولایتی هم نیست در واقع،
اظهار اینکه ایادی امرالله اعضاء مؤسسه ولایت امر هستن کاملا اشتباه است و تمام اون، بنابراین کلا وقتی ولی امرالله نباشه ایادی امرالله هم تعلق دیگه به مؤسسه ولایت ندارن، چون مؤسسه ولایتی نیست. و از موقعی که یک ایادی امر بگی ولی امرالله نیست، خودش رو خلع کرده از، چون اینها همینجوری که من در جلسه قبل برای عزیزان خوندم به صراحت گفته شده که اینها در تحت حکم او هستن، یعنی در تحت حکم و در ذل امر او، یعنی ولی امرالله. میفهمن ولی امرالله اینها رو مدیریت میکنه. اینها کمک های او هستند. در خود حضرت عبدالبها در وصایا به صراحت میفهمن که اینها در واقع کمک های ولی امرالله هستند و وقتی ولی امرالله نباشه دیگه اینها اصلا اعتبار ندارن به عنوان ایادی امر و دیگه بعدن اصلا اعتبار هم نداره اصلا اینکه بخوان اون 9 نفر رو تشکیل بدن یا ندن. ایادیان امر باید یک نفر رو داشته باشن به عنوان ولی امر. این اصله. نداشته باشن دیگه نقض عهد کردن و بر مبنای نصوص دیانت بهایی دیگه ایادی امر نیستن. حالا گفتم اینو برای عزیزان بخونم که این چیزی هستش که در واقع خود این بیت العدل این عزیزان در سال 1975 در موردش صحبت کرده. حالا ادامه بده. که این کارا هم انجام دادن، یعنی افرادی که به اصطلاح ناقض عهد و میثاق شناخته میشن. یعنی چی؟ یعنی مثلا عرضم به خدمت شما جانشینی حضرت عبدالبها رو نپذیرفته بودن، اگرچه در کتاب عهدی ذکر نام حسن اعظم شده، ایشون نپذیرفته بودن که حضرت عبدالبها جانشین حضرت بهاءالله هستش و همه باید در واقع به ایشون اقتدا بکنن و مدیریت امور در دست ایشان هستش. این افراد رو به اصطلاح شناسایی کنیم. همچنین در زمان خودشون کسانی بودند که به اصطلاح مقام ولی امراللهی شوقی ربانی رو به اصطلاح نمیپذیرفتن. ایشان هم از ناقضین عهد و میثاق هستن و بنابراین محسوب میشن. چرا؟ چون عهدی هستش که در الواح و وصایا حضرت عبدالبها با مؤمنین خودشون بستن و کسی که به اصطلاح نپذیره بیانیه حضرت عبدالبها رو که در اونجا ذکر میکنن که جانشین من شوقی ربانی هستش، طبیعتا ناقض محسوب میشه و حضرت ولی امرالله به اصطلاح این وظیفه رو داشتن که این افراد رو به عنوان ناقض از جامعه بهایی اخراج بکنن، یا کسان دیگری که به دلایل دیگری تخلفاتی رو انجام میدادن که سبب میشد که وحدت یکپارچگی آیین بهایی دچار مخاطره بشه، بنابراین ایشان رو ترک میکردن. پس اینم یکی دیگه از وظایف بود. مسئله دیگر به شکل کلی من تحت عنوان تطبیق ایمان مطرح کردم، به این معنا که حضرت ولی امرالله وظیفه راهنمایی در مورد تطبیق اصول و اداره دیانت بهایی برای رفع نیازهای در حال تحول جامعه را هم داشتن که عموما نقشه هایی که در زمان زعامت ایشان بودش و توقیه هایی که از قلم ایشان صادر شده همش در راستای همین قضیه است، یعنی راهنمایی مؤمنین و به اصطلاح توضیح و تشریح نظامات بهایی و همونجوری که گفتیم تفسیر و تعیین الواح برای مؤمنین. این هم به اصطلاح دیگر وظیفه‌شون. وظیفه دیگه توسعه جامعه بهایی بود. ایشان از طریق طرح‌ها، نوشته‌ها، تشویق‌ها، وحدت، تفاهم و گسترش جهانی جامعه بهایی را تقویت می‌کردن. همونجوری که اشاره کردم نقشه‌هایی رو حضرت ولی امرالله تعیین می‌کردن که در یک مدت چند ساله‌ای باید بهاییان در سرتاسر عالم تلاش می‌کردن که اون نقشه‌ها به تحقق بپیونده. مثلا نقشه‌هایی که در راستای
تبلیغ بودش، در راستای این بودش که در کشورهای مختلف ندای حضرت بهاءالله به اون جوامع هم برسه. بنابراین به اصطلاح شوالیه ها یا نایت هایی وجود داشتن که به اون کشورها سفر میکردن به عنوان نقطه مهاجرتی و به تبلیغ امرالله میپرداختن. این یکی دیگر از وظایفی بودش که به جهت توسعه ایشون از وظایفشون محسوب میشد. مسئله دیگه ساخت مرکز جهانی بهایی بودش که در زمان حضرت ولی امرالله صورت گرفت و اگرچه بخشی از اون زمین ها خریداری شده بود و به اصطلاح جسد عنصری حضرت باب هم آماده شده بود، ولی ساختمون ها تموم نشده بود و همچنین ساختمان بیت الاعظم، همچنین دارالآثار، دارالانشا و دیگر ساختمان های که مرتبط میشه به مرکز جهانی بهایی که حضرت است که حضرت ولی امرالله شوقی ربانی داشتن و کلا این وظیفه هستش که این نهاد به عهده داشته. خب حالا سوال بر سر این بودش که ولی امرالله چگونه انتخاب می شود؟ این هم کمکی در آتش صحبت کردیم و اونم این بودش که اول از همه این جانشینی به وسیله به اصطلاح ولی امر قبل یا جانشین قبلی که از طرف مظهر ظهور که حضرت بهاءالله باشن، یعنی حضرت عبدالبها انتخاب شده بودن صورت گرفت. بنابراین میگیم ولی امرالله باید در زمان حیات خود جانشین خود را تعیین کند. این جانشین باید از بین فرزندان یا دیگر حسن‌ها اعضای خانواده نزدیک حضرت بهاءالله که به اصطلاح رابطه خونی وجود دارد انتخاب شود. بله، الان نکنید عزیزان ایشون به این مسئله اشاره کردن که ولی امرالله باید در زمان حیات خود جانشین خود رو تعیین کنه که این درست هست بر مبنای الواح و سایا. نها کنید داشتم خدمت عزیزان میگفتم که بله، بنابراین نها کنید مسئله که ایشون گفتن این هستش که از نظر اینها باید عنصر جسمانی ولی امرالله باشه. حالا من یادم نیستش که ایشون آیا دقیق‌تر روی مسئله صحبت میکنه، نصوص رو میخونه یا نه. حالا سعی میکنم بیشتر گوش بدیم، اگر که دیدم که ایشون نرخ روی نصوص، بعد من سعی میکنم که از روی نصوص و عزیزان بیشتر توضیح بدم. اگر فرزند بکر ولی امرالله شرایط لازم مانند تقوا، علم و کمالات روحانی را نداشته باشد، ولی امرالله میتواند حسن دیگری را به عنوان جانشین معرفی کند. خب پس اینم یکی از خصوصیاتی که ولی امرالله رو به این نحو به اصطلاح میشناسند و انتخابش میکنن. یعنی خود ولی امرالله در زمان حیات خودش جانشینی رو انتخاب میکنه که این جانشین باید از اقسان باشد، یعنی از کسانی باشد که یک رابطه خونینی با حضرت بهاءالله داشتن. همونجور که مثلا میگیم افنان که دلالتش برمیگردد به خانواده حضرت باب، میگوییم احسان از قوس میاد. حالا در ادامه در مورد این موضوع صحبت میکنیم. به معنی شاخه که برمیگردد به صدره و درخت که اون خود اون درخت حضرت بهاءالله هستش و احسان یعنی فرزندانشون که به اصطلاح همچین رابطه‌ای باید وجود داشته باشه. که حالا از بین اصلا این مطلبی که اینها میفهم از در موردش صحبت میکنن که مثلا میگه حضرت بهاءالله یعنی درخت و اغصان یعنی فرزندان ایشون که شاخه ها هستن و باید یک رابطه خونی باشه، اصلا اینها میدونید متاسفانه به اون سیستم الهی دیانت بهایی اصلا پی نبردن. متاسفانه این مطالبی رو میگن که واقعا خیلی عجیبه. این درخت الهی که حضرت بهاءالله هستن در اون بالاترین مقامی که یک موجودی از طرف خداوند در واقع خلق شده،
و اون اقسام مثل حضرت عبدالبها، اینها به این دلیل نیستش که هم خون با حضرت بهاءالله است، اینها در یک مقام روحانی هستن و همچنین پیامبران اولوالعزمی که در آینده میان، اینها همه شاخه هایی هستن از درخت حضرت بهاءالله، یعنی از اون درخت الهی. بنابراین اینها اصلا یک صحبت هایی میکنن خیلی اصلا عجیب هست. یعنی حالا در مورد اولین مسئله که ایشون صحبت کردن و گفتن که منظور اینجا در درجه اول باید در زمان حیات خیش من هو بعد او را تعیین نماید. من در زمان حضرت شوقی افندی در سال 1000 در توقیع 9 ژانویه 1951 ایشون بیت العدل جنینی رو تشکیل میدن و بله و در این توقیع که همینجور خدمت عزیزان گفتم، قسمت‌های شما برای عزیزان میخونم که فقط خیلی طولانی نشه. همینجور خدمت عزیزان گفتم توقیع 9 ژانویه 1951 هست و در این توقیع میفرمایند اعلام به محافل ملی در شرق و غرب. یعنی این تنها توقیع از حضرت شوقی افندی هم هست که در واقع روی این توقیع کلمه پروکلاماسیون نوشته شده، یعنی اعلام. این تنها توقیع حضرت شوقی افندی که کلمه اعلام در اون به کار برده شده همین توقیع هست و نشان دهنده مهم بودن این توقیع هست. میفرمان اعلام به محافل محلی در شرق و غرب اتخاذ تصمیم خطیر و عهد آفرین تشکیل اولین شورای بین‌المللی بهایی، تلیعه مؤسسه کبرای اداری. یعنی اون اولین نورهایی هستش که برای اون مؤسسه کبرای اداری که مقدر در زمان مناسب در ظل مرکز روحانی امرالله در جهان که در 2 شهر حیفا و عکا مستقر است تشکیل کرد. در جوار و ظل مرکز روحانی امرالله. مرکز روحانی امرالله یعنی مؤسسه ولایت، مثلا تلیعه مؤسسه کبرای اداری که مقدر است در زمان مناسب، یعنی این شورای بین‌المللی بهایی یا اون بیت العدل جنینی که بعدا میفهمند این مؤسسه بین‌المللی جنینی، میفهمند که مقدر است در زمان مناسب و در جوار و ظل مرکز روحانی امرالله که در واقع مرکز روحانی این مؤسسه ولایت در جهان که در 2 شهر حیفا و عکا مستقر است تشکیل گردد. قبلا برای عزیزان توضیح دادم که در مورد این قضیه صحبت کردیم که در واقع دیانت بهایی از یک قسمت سیاسی تشکیل شده که رکن دوم دیانت بهایی هست که بیت العدل اعظم است و رکن اول یا اعظم دیانت بهایی مؤسسه ولایت هست که در واقع اون قسمت روحانی دیانت بهایی است، قسمت سیاسی و قسمت روحانی. و بعد در ادامه می‌فرمایند و کفایت رشد کنونی 9 مؤسسه اداری ملی که قویاً در سراسر عالم بهایی فعالند. یعنی 9 تا مؤسسه در پایه‌ها تبدیل شدن، حداقل 9 تا مؤسسه ملی به وجود آمده، اداری ملی یعنی محافل ملی. پس چون پایه‌ها به مقام محافل ملی رسیدن، اولین شورای بین‌المللی بهایی نیازش هست. یعنی چون اون پایه‌ها درست شدن، به اون مقام رسیدن، اون چیزی که در رأسش هست بر مبنای اون پایه‌ها ساخته میشه. برای همین اولین شورای بین‌المللی بهایی، شوراهای ملی بودن، حالا شد شورای بین‌المللی بهایی. بنابراین که میفهمم که قویاً در سراسر عالم بهایی فعالن، مرا بر آن می‌دارد که این تصمیم تاریخی را که در پیشرفت و تحول نظم اداری دیانت حضرت بهاءالله بالاترین درجه اهمیت در 30 سال اخیر حائز است اتخاذ نمایم. چرا میفهمم در 30 سال اخیر؟ چون در سال 1921 حضرت عبدالبها صعود کردند و این واقعی هستش که در واقع در عصر تکوین به وجود آمده و برای همین بعداً اشاره میکنن و در همین توقیع میفهمن که در واقع این مهمترین کاری هستش که در واقع در عصر تکوین انجام میشه و دومین مقام رو داره نسبت به وقایع عصر رسولی. و میفهمن من همه این توقیع رو نمیخونم و علاوه بر اینها در طی دوران تحول
این نخستین مؤسسه بین‌المللی جنینی فعالیت‌های بیشتری بر آن افزوده خواهد شد. می‌فرمایند در مسیر تکامل به محکمه بهایی که به رسمیت شناخته شود، یعنی در مسیر تکاملش به محکمه بهایی که به رسمیت شناخته شود. این که می‌فرمایند به رسمیت شناخته شود، منظور به رسمیت کشور اسرائیل هست. سپس به هیئتی منتخب مبدل. حالا در این توقیع می‌فرمایند به محکمه بهایی که به رسمیت شناخته شود. در 3-4 توقیع دیگه هست که می‌فرمایند اصلا ضروریت این که بخواد بیت‌العدل به وجود بیاد باید قبلش تبدیل شده باشه این شورای بین‌المللی بهایی به محکمه بهایی. یعنی می‌فرمایند این ضروریته، نمیتونی شما ازش بگذرید که این بیت‌العدل که الان می‌بینیم اصلا همچین چیزی براش اتفاق نیفتاده. و بعد می‌فرمایند به هیئتی منتخب مبدل، یعنی تازه موقعی هم که این تبدیل بشه به محکمه بهایی، محافل ملی هم تبدیل بشن به محکمه‌های بهایی و نه همه محافل حال دنیا، حداقل یه تعداد به اندازه‌ای که باید کافی باشه، همیشه قبلا در ابتدا جلسه براتون توضیح دادم. و محافل محلی هم به عنوان محکمه‌های بهایی بتونن در کشورها برای احبا وظیفه‌شون رو انجام بدن به عنوان محکمه‌های بهایی. بعد میفرمان حالا وقتی به این مقام‌های اینها برسن، کم کم یک زمانی میشه که میشه یک هیئت انتخابی به وجود آورد، چون هیئتی که ایشون بعداً مشخص کردن هیئت انتصابی بود. علت اتش هم که هیئت انتصابی بود این بود که افرادی انتخاب کردن از خود ایادیان امر که جناب مسینمی به عنوان رئیس شورای بین‌المللی یا بیت‌العدل جنینی انتخاب کردن که اینها برن و با در واقع بتونن که اون محکمه بهایی رو در عرض عقد تاییدش رو بگیرن، یعنی بتونن این رو به رسمیت پیدا بکنه به عنوان یک محکمه بهایی. و بعد میفهمن سپس به هیئتی منتخب، بعدا همونجوری که خدمتتون گفتم تعداد که خیلی بیشتر شد تبدیل میشه به یک هیئتی منتخب، ولی تا زمانی که محافل ملی که تبدیل شدن به محکمه های بهایی تا اینها بخوان واقعا تبدیل بشن به یک بیت العدل ملی، سالهای سال طول میکشه عزیزان تا اینا واقعا به یه مقامی برسن که بتونن احکام دیانت بهایی رو برای بهاییان در کشورهای خودشون اجرا بکنن، در مقامی باشن که اگر یه قانون جدیدی هم بیاد بتونن اون رو اجرا بکنن، باید نماینده کامل احبا باشن تو اون کشورها و این خیلی طول میکشه تا کلمه بیت العدل بشه به اینها اطلاق بشه. و موقعی که اینا بیت العدل شدن، بیت العدل اعظم رو تعیین میکنن، چون بر مبنای انواع وصایا حضرت عبدالبها میفرمایند که باید از طریق بیت العدل ملی بیت العدل اعظم تشکیل بشه. بعد به بیت العدل عمومی شکوفا و درخشان گشته و ثمرات نهایی آن از طریق تشکیل مؤسسات متفرعه آشکار و باعث تأسیس مرکز اداری جهان که مقدر است در مجاورت روضتین مبارکه مرتفع و فعال و به طور دائمی مستقر گردد خواهد شد. بعد میفهم با قلبی سرشار از شکرانه و سرور و نهایتاً پس از مدت‌ها انتظار تأسیس شورای بین‌المللی را تهنیت می‌گویم، تأسیسی که تاریخ از آن به عنوان عظیم‌ترین اقدام که بر تارک دومین عهد عصر تکوین دور بهایی خواهد درخشید یاد خواهد نمود. می‌فرمایند تاریخ از این برای همیشه یاد خواهد نمود. و بعد می‌فرمایند هیچ یک از مشروعاتی که از آغاز نظم اداری امرالله از حین صعود حضرت عبدالبها تا کنون و انجام آنها مبادرت گشته بالقوه به این درجه از اهمیت نبوده است و مقام ثانی را، یعنی مقام دوم را نسبت به وقایع افتخار آمیز وجدانی مربوط به 3 هیکل مقدس امر الهی در عصر اول مشعشع‌ترین دور از کور 500,000 سال بهایی حائز است. بنابراین ناکنین مقام این شورای بین‌المللی بهایی رو هم مشخص میکنن، میفرمایند که مقام دوم رو داره نسبت به وقایع افتخار آمیز وجدانی مربوط به 3 هیکل مقدس امر الهی، یعنی اصل رسولی دیانت بهایی که عهد حضرت باب و حضرت بهاءالله و حضرت عبدالبهاست و اون وقایع افتخار آمیزی که انتخاب اونجا انجام شده، میفرمایند این در واقع دومین مقام بوده. بعدن ایشون در چند ماه بعد
جناب محسن رمی رو و اعضای اون شورا رو تعیین میکنن و جناب محسن رمی رو به عنوان رئیس بیت العدل جنینی تعیین میکنن، ولی رئیس بیت العدل جنینی غیر فعال. این خیلی مهم است عزیزان. این شورای بین المللی بهایی و این بیت العدل جنینی غیر فعال بود، چون اگر که فعال میشد تفویض ولایت به وجود می آمد از حضرت شوقی افندی به حضرت محسن رمی. به همین دلیل این شورا فعال نبود. حضرت شوقی افندی به این شورا دستورات رو میدادن به افراد اون شورا و اون شورا کارها رو انجام میدادن که یکی از مهمترین کارهایی که برای این شورا انجام میداد این بود که شورای بین‌المللی بهایی تبدیل بشه به محکمه بهایی، به رسمیت کشور اسرائیل هم برسد. این مهمترین چیز. بنابراین از دیدگاه بهاییان حقیقی این که میفهمن باید در زمان حیات خیش، یعنی ولی امرالله باید نفر بعد رو تعیین بکنن، از دیدگاه ما این انتخاب انجام شده و در واقع سمتی رو و مقامی رو حضرت شوقی افندی برای حضرت میسن نمی در نظر گرفتن که واقعا کسی نمیتونه به یک شکلی بخواد این مقام رو کم در نظر بگیره. در توقیعی که خودشون بیرون دادن، صادر کردن، در اون توقیع به صراحت میفهمن که دیگه از این چیز مهمتری نخواهد آمد. بنابراین مقام این شورای بین‌المللی بیت العدل مشخص است. کسی که رئیسش هست ولی امرالله است، در مسیر تکامل تبدیل میشه به بیت العدل اعظم. بنابراین یک مقامی هست که هیچ کسی دیگه ای هم غیر از جناب محسن نمی نمیتونسته ادعا بکنه که میتونه ولی امر بعد باشه و این در واقع به بهترین شکل میشه گفت که حضرت شوقی افندی این کار رو انجام دادن. و یه مسئله بسیار مهمی که اینجا هست این هستش که چیزی خواستم یادم رفت دفعه. بله، در هر حال این تعیین انجام شده و بر مبنای نصوص دیانت بهایی، همونجوری که عزیزان قبلا توضیح دادم، و دیانت بهایی باید ولی امرالله باشه و ایشون کسی رو تعیین کردن به این مقام. کسی غیر از ولی امرالله نمیتونه یک همچین مقامی داشته باشه و بعد از صعود حضرت شوقی افندی طبیعتا شورای بین‌المللی بهایی بالاترین مؤسسه دیانت بهایی بود و چه کسی رئیسش بود؟ جناب محسن رمی. و خود میسن اینو می‌خوام خدمت عزیزان بگم. نگاه کنید اینها در خیلی از جاها به این مسئله اشاره می‌کنه عزیزان بهاییان هترودوکس که چون به ایشون یک جایی حضرت عبدالبها فرمودن پسر عزیزم یا برادرم، ایشون همچین ادعایی کرده. اصلا همچین چیزی نیست. حضرت میسن رمی اینها دروغ‌هایی هسته که اینها متاسفانه همه جا پخش میکنن. حضرت میسن رمی هیچ جا در آثارشون نگفتن به خاطر اینکه حضرت عبدالبها به من گفتن که بچه عزیزم من شدم ولی امرالله. تنها دلیلی که میارن میگن آقا جون من به عنوان رئیس بیت العدل جنینی تنها کسی هستم که میتونم بگم ولی امر بعد هستم، چون کسی غیر از ولی امرالله نمیتونه این مقام رو داشته باشه. و در همونجا میفهمن اگر که این مؤسسه در زمان حیات من تبدیل بشه به بیت العدل اعظم، چه کسی رئیسش هست؟ ولی امرالله. پس من همون ولی امرالله. و همین میفرمایند کسی غیر از من نمیتونه این ادعا رو بکنه. برای همین کسی هم غیر از ایشون نتونست این ادعا رو بکنه. با اینکه وصیت نامه مفقود شده، ناپدید شده، حالا از طریق چه افرادی شده اون رو بذاریم کنار، در حالی یک افرادی این کارو کردن که یک استفاده ای داشتن از این مسئله. و اینکه کسی بیاد بگه که مثلا وصیت‌نامه ایشون صلاح دیده ننویسه، این اصلا صحیح نیست. این بی ارزش کردن مقام حضرت شوقی افندی است. مگر میشه ولی امرالله صلاح ببینه که همه چیز رو یک جوری بذاره که ممکنه هزاران سوال به وجود بیاد؟ وظیفه ایشون این هستش که به یک شکلی عمل بکنه که سوالات مطرح نشن. در حال افرادی بودن که 100% خیانت کردن و همینجوری که خدمتتون گفتم کلا روحی خانم بعد از صعود حضرت شوقی افندی کلا سعی کرد که قدرت و قیادت رو بده به ایادیان امر، در صورتی که این اصلا از نظر دیانت بهایی صحیح نبوده و غلط بوده.
بله. خب عزیزان، حالا ادامه بدیم بیشتر به صحبت‌های این عزیز آقای ایمان مطلق. اقسام باید ولی امرالله جانشین خودش رو انتخاب بکنه و عرضم به خدمت شما اگر فرزند بکرشون، یعنی فرزند خودشون و به طور خاص فرزند ارشد خودشون، فرزند در واقع مذکر ذکور خودشون شرایط لازم رو نداشته باشه، باید چه اتفاقی بیفته؟ باید عرضم به خدمت شما یه شخص دیگری یا یه شخص ثانی رو از اقسام استفاده در واقع انتخاب بکنن. این یکی از شرایطشه. یک شرط دیگری هم وجود داره، اونم تایید انتخاب توسط ایادیان امرالله هستش. بله عزیزان، حالا ایشون در مورد مسئله اقسام صحبت کردن که الان حالا من 2 ساعت تقریبا صحبت دارم میکنم. این مسئله اقسام رو حالا من میذارم برای جلسه بعد که در موردش کامل صحبت خواهم کرد. ولی مسئله تایید ایادیان امر هست که میتونیم به این قسمت هم حالا بذاریم این همین جلسه در موردش صحبت میکنیم، ولی در مورد اقسام چون خودشون هم فرمودن که در ادامه خواهم در موردش صحبت کرد، وقت در مورد اقسام صحبت خواهیم کرد. ببخشید منم این فارسی من در کل در هفته خیلی کم من فارسی صحبت میکنم. این خیلی سریعتر من خسته میشم نسبت به دیگران که من فارسی صحبت میکنن. فرق میکنه برای من این فارسی صحبت کردن. بله پس ادامه بدیم. ایشون تا اینجا اشاره کردن که یک شرط دومی هم هست. شرط اول گفتن که باید جزو اقسام باشه، شرط دوم رو گفتن که باید ایادیان امر تایید بکنه. حالا در مورد شرط دوم ایشون میخوان صحبت کنن که من در این مورد صحبت خواهم کرد. پس از معرفی جانشین توسط ولی امرالله، 9 نفر از ایادی امرالله که از بین خودشان انتخاب شدند باید این انتخاب را تایید کنند. این تایید یا به صورت اتفاق آرا یا به اکثریت آرا صورت میگیرد، اما نکته مهم این است که این تایید باید به گونه‌ای انجام شود که مشخص نشود چه کسانی موافق یا مخالف بودند. پس بنابراین تازه بعد از اینکه حضرت ولی امرالله جانشین خودشون رو انتخاب کردند، باید مورد تایید و تصویب ایادیان امرالله هم قرار بگیره که به اصطلاح شخیصه و خصوصیت رو باید مد نظر میگرفتن این حضرات ایادی امرالله که این جانشین دارا باشه. یکی مظهر تقدیس و تنزیه باشه، مظهر علم، فضل و کمال باشه و تقوای الهی رو نمایان بکنه. این 3 شخصیت رو باید مد نظر میگرفتن و اگر ولی امرالله جانشین رو انتخاب میکرد، به اصطلاح با مد نظر قرار دادن این خصیصه ها و ویژگی ها بررسی میکردن که آیا به اصطلاح ایشون صلاحیت داره که ولی امرالله بشود یا خیر. حالا در همینجا من یک مسئله بگم که واقعا خیلی تعجب هست. مسئله‌ای که ایشون در موردش صحبت کردن در درجه اول ایشون میگن که ایادیان امر باید تصدیق یا تایید بکنن در واقع اون شخص منتسب ولی امرالله رو و باید نگاه بکنن ببینن که اون مظهر تقدیس و تنزیه باشد، علم، فضل و کمال داشته باشد، تقوای الهی را نمایان کنه. این خصوصیات رو عزیزان ولی امرالله در الواح وصایا باید میفرمایند باید تشخیص بده در مورد منسوب خودش. مگر میشه اینها اصلا متوجه این قضیه نیستند که اون فرع مقدس، اون آیت الله است، نشانه خداوند بر روی زمینه، اون حجت خداوند بر روی زمینه. اینها اصلا متوجه نیستن که اون فرد در مقام مسئول از خطا بودن هست. ایادیان امر خودش انتخاب کرده، خودش میتونه اونها رو بیرون کنه.
در خود الواح وصایا حضرت عبدالبها می‌فرمایند باید کمال اطاعت و انقیاد و خضوع و خضوع و توجه را نسبت به ولی امرالله داشته باشند. نفسی مخالفت بکنه، مخالفت با خداوند کرده. و چجوری اینها میتونن منسوب ولی امرالله رو رد کنه؟ و بعد ایشون، حالا بذارید من اینو از الواح وصایا برای شما بکنم، اصلا ایشون صحبتی که میکنن واقعا برای من تعجب آوره. یعنی میفرمایند نکنید حضرت عبدالبها در الواح وصایا ای احبای الهی، باید ولی امرالله در زمان حیات خویش منهو و بعد او را تعیین نماید تا بعد از صعودش اختلاف حاصل نگردد و شخص معین باید مظهر تقدیس و تنظیف و تقوای الهی و علم و فضل و کمال باشد. واکنیم اینها داره میفهمون و شخص معین باید مظهر تقدیس و تنظیف و تقوای الهی و علم و فضل و کمال باشد. لحاظا اگر ولد بکر ولی امرالله مظهر الولد سر ابیه نباشد، یعنی از عنصر روحانی اونه و شرف اعراق با حسن اخلاق مجتمع نیست، باید قسط دیگر را انتخاب نماید. یعنی چی؟ ولی امرالله جانشین خودش رو تعیین میکنه، اونه که میتونه تشخیص بده که اگر که اون شخص معین باید این خصوصیات رو داشته باشه، اگر فرزند بکرش این خصوصیات رو نداشته باشه، یعنی فرزند ارشدش این خصوصیات رو نداشته باشه، از عنصر روحانی اون نباشد، میفهمند باید این ولی امرالله یک غصن دیگر رو انتخاب بکنه. حالا غصن رو ما میگیم که معنی مؤمن هست و بعدا در موردش کاملا توضیح خواهیم داد. ولی این که وظیفه ایادیان امن نیستش که تشخیص بدن که آیا اون فضل و کمال داره، آیا اون تقوا داره. اینها اموری است که فقط ولی امرالله میتونه تشخیص بده. برای همین هم هستش که طرد روحانی جزو وظایف ولی امرالله است، اونی که در اون مقامه. اصلا ولی امرالله مهمترین مسئله جانشینی هست و در اون زمینه 100% مسئول از خطاست. بنابراین اینها همه جای واقعا تعجب داره، یعنی که ایشون چطوری از این قسمت به اون نتیجه رسیده. حالا جالب اینجاست که هفته قبل قسمتی رو از کتاب از بهایی نیوز برای عزیزان گفتم. تو اتاقی که اونجا بودیم من گفتم که از در بهایی نیوز فوریه 1955 در شماره 288 یه قسمتی هست که اسمش هست Passage on Will and Testament، یعنی یک قسمتی از فیل اند تستامنت از الواح وصایا حضرت عبدالبها و حضرت شوقی افندی در اینجا توضیح میدن که در واقع این امکان پذیر نیستش که اینها بتونن اون فرد منتخب ولی امرالله رو رد کنن. ناکنون میفرمایند بیان مبارک در الواح وصایا حضرت عبدالبها به معنای آن نیست که به ایادی امرالله اختیار داده شده منسوب ولی امرالله را رد نمایند. این اختیار اصلا ندارن اینها که بخوان کسی رو رد بکنن. و بعد میفرمایند امکان ندارد که حضرت عبدالبها برخورد و مغایرت اختیارات در امر را فراهم نموده باشند. این از بیان مبارکشان در الواح وصایا آشکار است که میفرمایند حسن متین امرالله به اطاعت من هو ولی امرالله محفوظ و ماند و اعضای بیت العز و جمیع اقسام و افنان و ایادی امرالله باید کمال اطاعت و تمکین و انقیاد و توجه و خضوع و خشوع را به ولی امرالله داشته باشند. اگر چنانچه نفسی مخالفت نمود، مخالفت به حق کرده، یعنی مخالفت با خداوند کرده و سبب تشدید امرالله شود و علت تفریق کلمت الله گردد و مظهری از مظاهر مرکز نفس شود. اصلا این برای همین من این قسمت رو خدمت عزیزان خوندم، یعنی کسی که یک مقداری این قسمت اصله، کسی نمیتونه مخالفت کنه با منسوب ولی امرالله و اینها. و به همین فهمن این امکان نداره که اینها بتونن اون کسی که ولی امرالله انتخاب کرده رو بخوان اصلا رد کنن. نه، چون اختیار و اجازی اصلا ندارن. حضرت علت اصلیش ناکنه عزیزان این هستی، برای همین هم هستش که حضرت عبدالبها در الواح وصایا میفهمن باید تصدیق کنن. اینا نمیتونن مثلا بگن نیست. بر مبنای نصوص دیانت بهایی باید ولی امرالله باشه، چون اگر اینا بگن نیست دیگه اینو جزء ایادی نیستن اصلا.
چون یعنی دیگه ایادی امر اعتبار نداره وقتی بگن نیست و دیگه اون رأیشون هم اصلا اعتباری نداره. بنابراین پس جایی که میفرمایند باید به شکلی این تصدیق انجام بشه که موافق و مخالف مشخص نباشن، علت اصلیش اینه که این فقط برای یک شرایط خاصی هست. جناب مارانجلا سوم ولی امرالله میفرمایند اینها فقط در واقع نقششون به عنوان شاهد هست که امرالله را از افرادی که در مورد جانشین ولی امرالله شبهه‌ای و یا تردیدی بخواهند ایجاد کنند حفظ می‌نمایند. به همین دلیل هستش که می‌فهمند این تصدیق باید به شکلی باشه که موافق و مخالف مشخص نباشن، چون این که بخوان رد بکنن بسته شد، یعنی دیگه امکان نداره، اجازه ندارن رد بکنن. پس چه موقعی مطرح میشه؟ موقعی مطرح میشه که یک فرد دومی هم بخواد ادعا بکنه. ولی در مورد حضرت شوقی افندی ما فرد دومی نداشتیم، چون ایشون به مبنای انتصاب به رئیس بیت العدل جنینی ایشون ادعا کرده. اصلا کسی دیگه ای نمیتونسته ادعا بکنه و کسی هم ادعایی اصلا نتونسته بکنه و نکرده. مسئله ببخشید بعدی جناب ثابتی، بله بفهم. اشتباها جناب میسن ریمی رو شوقی افندی گفتیم. ببخشید. بله خوب کاری کردین گفتین، من خیلی اشتباه میکنم تو این اسامی، گاهی اوقات ذهنم مشغوله. بنابراین جناب محسن رمی در یک مقامی انتخاب شدن و جناب شوقی افندی جناب محسن رمی رو در یک مقامی انتصاب کردن که کسی غیر از جناب محسن رمی نمیتونست اصلا ادعا بکنه. بنابراین اصلا این مسئله امکان پذیر نبوده که کسی بخواد همچین ادعایی بکنه و در اینجا به صراحت میفرماید پس منظور این هست که یک موقعی شرایط خاصی به وجود میاد که تصدیق این 9 نفر مطرح میشه، ولی باید ولی امراللهی باشه. اگر ایادی بگن نیست، دیگه اونها دیگه جزو ایادی امر به حساب نمیان. همین وقتی که میفهم باید یک ولی امراللهی باشه و غیر از این ناکنید. در الواح وصایای حضرت عبدالبها میفهمن ایادیان امر فقط میتونن کسانی رو اخراج بکنن که با ولی امر مخالفت بکنن. اگر ولی امری نباشه که اینها نمیتونن کسی رو اخراج کنن، چون کسی نبوده که بخواد با ولی امر مخالفت بکنه. این به صراحت اومده در الواح وصایا. بنابراین مطالبی که این دوست عزیز میفهمن، حالا جالب اینجا است که من 2-3 روز پیش که در این تاریخ صحبت میکردم اینها میگفتن بهای نیوز اعتباری نداره برای ما. یک عده آمدن اونجا شیطنت کردن و این مطالب اونجا نوشته شده. خب این مطالب فقط در بهای نیوز نوشته شده به خاطر این هستش که در واقع در اصل این در توقیع یا در پیام حضرت شوقی افندی به محفل ملی آمریکاست که در 6/6/1954 نوشته شده. اگر که ما میگیم که در بهای نیوز آمده، به خاطر این هستش که خیلی ساده‌ایه، خیلی ساده، افراد میتونن تو بهای نیوز پیداش کنن، وگرنه این رو میتونن در پیام 6/6/1954 به محفل ملی آمریکا یا USA این پیام رو پیدا کنن و میتونن بخونن و این پیام به آقای رکس کینگ نوشته شد. بنابراین اصلا از زیر این موضوع نمیتونن فرار کنن و اینها سعی دارن دائما به یک شکلی فرار کنن. بهای نیوز اعتبار نداره. خب بهای نیوز اعتبار نداره، پس برید در توقیع 6/6/1954 نگاه کنید به محفل ملی آمریکا، در اونجا پیداش کنید. اصلا عجیب هست بعضی وقتا صحبتایی که این عزیزان میکنن. حالا من همونجوری که داشتم خدمتتون میگفتم، خب پس بنابراین نگاه کنید، به این معنی نیستش که ایادیان امر اجازه دارن عضوی فردی رو که ولی امرالله انتخاب کرده رو رد کنن، که این که اصلا همه چیز ضد و نقیض میشه دیگه. و زمانی هم که حضرت شوقی افندی اصلا اعضای بیت العدل جنینی رو تعیین کردن، اصلا ایادی امری وجود نداشته.
در اون زمان اصلا ایادی امری هم ایضا وجود نداشته. همین هم یه مسئله بسیار مهمی هست. بله، ایشون در تاریخ 9 ژانویه 1951 شورای بین‌المللی به وجود آوردن. در 2 مارس همون سال جناب مصری به عنوان رئیس بیت‌العدل جنین تعیین کردند و در تاریخ 24 دسامبر 1951 اولین دسته از ایادی رو تعیین کردند که 12 نفر بود. در تاریخ 24 دسامبر، یعنی 6-7 ماه بعد از اینکه ایشون در واقع جانشین خودشون رو تعیین کرده بودن. اصلا ایادی امری نبودن که بخوان در اون زمان تصدیق بکنن. و همینجور که خدمتتون گفتم اصلا اینها نمیتونن منصوب ولی امرالله رو رد کنن، چون خود ازش شوق افندی به صراحت فرمودن. در حال اینها نمیدونم چرا اینجوری این کارها رو میکنن، واقعا جای تعجب داره. نگاه کنید در مورد حتی در جایی که حضرت عبدالبها در الواح وصایا میفرمایند به محض اینکه نفسی بنای اعتراض و مخالفت با ولی امرالله گذاشت، فوراً آن شخص را اخراج از جمع اهل بها نماند. این رو دارن در مورد به ایادیان امر کرد. واقعا میفهمم به محض اینکه نفسی بنای اعتراض و مخالفت با ولی امرالله گذاشت. وقتی که ولی امرالله نیست، چطوری اینها میخوان کسی رو اخراج کنن؟ تازه در همین مورد که گفتن باید میتونن اخراج کنن، اخراج هم عزیزم فرق میکنه با طرد روحانی. این دوتا اینا خیلی با هم فرق دارن. ما یک موقع داریم یه نفر ناقضه اخراج میشه از دین، یک موقع هست یک نفر رو ما میگیم بعد طرد روحانیش بکنن. اینا مراتبش خیلی با هم فرق داره. نگاه کنید در مورد همین قسمت در یادداشت‌های حیفا سخنان شوقی افندی صفحه 29 نوشته روحی خانم، قسمت اول الواح وصایا صفحه 13 راجع به ایادی، آنها باید خطای عضو خاطی را به ولی امر گزارش دهند. ولی امرالله او را اخراج خواهد نمود. یعنی اینها به تنهایی نمیتونن این کارو بکنن. تازه موقعی که ولی امرالله باشه اجازه ندارن که زیر نظر اونن. چطوری میتونن موقعی انجام بدن که اصلا معلوم نیست چی به چیه؟ بنابراین اینا مطالبی که دارم خدمت عزیزان میگم همه بر مبنای نصوص هست که عزیزان حواسشون باشه که در واقع مطالبی که ما اینجا میگیم کاملا بر مبنای نصوص هستن. فکر میکنم که تا اینجا کافی باشه تا برای این هفته. نه دیگه مثل این که عزیزان سوالی ندارن. خواهش میکنم، خیلی ممنونم از همه عزیزان که تشریف داشتن. حتما این رو مطالبی که امروز گفته شد رو دوباره بخونن عزیزان و گوش کنن و حتما در آثار هم نگاه کنن و پژوهش کنن. بسیار مهم هست که افراد خودشون تحری حقیقت کنن و خودشون مطالبی که گفته میشه رو دوباره برن و جستجو کنن و قناعت به این نکنن که فقط اگر گفته شد بگن خب خوب هست. خیلی ممنونم. از خدا نگهدار همه عزیزان تا هفته آینده.